ورزشگریه که اگر ما هم گوییم خیلی و خیلی پهلوان جوان قدم های اولین این ورزشگر هم در مسابقات سطحی با نفوذ است و سفرعلی باید احتیاط کند که در پرتر نافتد، چون که تجربه اش هم خیلی کم است و پهلوانان بلاروس و مخصوصا مینکو و دمیتری در عملهای پرتری نسبت به رقیبش خیلی هنرش فرق کننده است. علی جان شیدو گرفت. در مسابقه جمهوریوی که نوکک در مکتب مهارت عالی ورزش برگزار شد، این چهره در وزن 66 کیلو جای سیوم مدال برنجی را به دست آورد. الان رجوع میکند و ابتدا اگر هم توجه کنیم این همان مکتب ورزشی ناحیه مومین‌آباد رو ابتدا از الفبا سرشوی عملهایش در میدانهای گوشتین سنتی بود زمان نورسی و بعدا اندکی تقویت یا هنرش در دوشنبه شهر حال هم تمرین نه چندان قوی دارد و زری رو از دست میدهد، اما بسیار هم تأسف و چون گفتیم در موردی که رقیبش خیلی تجربه غنی و مهارت خوبی، سه عنصر سه عمل موافق پیروزی های پرتری رو خوب و بهتر و عالی‌تر میداند و الان در این روند باز هم تلاش پهلوان بلاروس، هرچند که یک حرکت دیگر در دلخواه حالت فرصت خیلی کوتاه هم میتواند کار بهتر را هم انجام دهد، یا پرتافت به سمت چپ راست، حرکت دیگر فرصت مساعدت کننده عملهای پرتری زود الکی برای دمیتری فراهم می شود. بسیار هم عالی، اما با امتیاز سزاوار نبود. فکر میکنم که اکنون حالت تکراری، من فکر میکنم که داور اینجا با نوار تکراری نیاز دارد یا شاید اعتبار هم دهد. نه، دلپرانه اشاره میکند که وزری نبود. در این روند بسیار هم میسازد یک چابوکی و متانت علی جان را هم قید کنیم. براستی این باری اول در میدان با نفوذ گرند سلم رقابت کرد، یک حرکت غیر عادی رو هم خوب انجام داد. حالا هم توجه میکند در این وزن بهرام صوفیوف هم به میدان آمد. در وقت اضافه امتیازی طلایی را از کف دستش ستانیدند و علی جان باشد الکی امتیاز را بر رقیبش هدیه کرد. هدیه اکنون بسیار هم اینجا کسبیت نقش بزرگ دارد براستی. Next contest on tatami 3. First round for the women under 40 kilo. In white for Turkey, Turkader Şentürk. علی جان کمربند را اگر اندک قوی تر کند ببینید که هست. اوی وزری پون در دقیقه آخرین هم نیروسنجی خاتمه یافت. دمیتری دلپرانه این مرحله را پشت سر کرد و با دو وزری پیش از مهلت دست بالا شد و پهلوان تاجیکستان علی جان سفرعلیف که باری اول به این سطحی با نفوذ مسابقه ها قدم نهاده بود ناکام شد.